مخلصان شعر و ادب کیها باز با اشعار شاعر شیرین کلام تاجیک اسد گلزاده بخارایی آشنا هستند. طی 50-65 سال است که شاعر محبوب ادیب زحمتکش توسط اشعار آبدار و نمکینش ورد زبانها گشته کتاب‌های شعرش دسترسی خوانندگان گردیده است. اگر درباره استاد سخن گوییم، من از دوران مکتبی شعرهای اسد گلزاده بخارایی را خواندم. من برای چی در خاطر من نقش بسته است؟ چون که من هم نام این کس هستم. من هم اسد هستم، اسدالله هستم و من آرزو میکردم، میگفتم که شاعر ایجادکاری است. این کس هم حکایه می نویسند، هم در مطبوعاتی دوره جمهوریت خیلی فعال بودند. من میگفتم که یک هم نام من چنین شاعر و ایجادکار هستند، من هم اگر روز شاعر یا ایجادکار می شده باشم. استاد دلی بیغش کودکانه دارد. این کس وقتی که شعرهای این کس رو میخونید، در اینجا غرض نیست، در اینجا طمع نیست و بزرگی شاعر هم همین است. وقتی که وطن را بی طمع دوست می‌دارد، وقتی که وطن را بی طمع میپرستد، این شاعر حقیقی است. این انسان برای مردم بخارا، برای شناساندن ادبیات امروزی بخارا خدمت‌های ارزنده کردند. رسالت شاعری چنین است که ملت خود را، خلق خود را پیشوا باشد و شناساند به مردم و این رسالت را امروز استاد دوام داده ایستادند. من باور دارم که در آینده شاگردان زیاد تربیت می‌کنند. در محیط ادب پروری بخارا شاعرهای جوان هم روی کار می‌آیند، آنها هم ایجاد می‌کنند، چون که این خاک و این مرز بخارا شاعران زیادی دیده است و در آینده باز برای رونق ادبیاتمان سهمگذار می شوند. با تشبث مرکز ملی مدنی تاجیکان جمهوری در کمیته مناسبت‌های بین‌المللی و علاقه‌های دوستانه با مملکت‌های خارجی نزد دیوان وزیران تقدیمات کتاب 3 جلده‌ای کلیات آثار شاعر برگزار شد. شاعر اسد گلزاده یکی از شاعرانی است که در ایجادیات خود رشته‌های دوستی، برادری را خیلی قوی گردانده است. بنابراین وقتی که ما کتاب‌های شاعر اسد گلزاده را ورق می‌زنیم، به واسطه وصف وطن و وطن دوستی را می‌بینیم. بغیر از این همچون ترنمگری دوستی به شمار می رود که در هر یک سطر و شعرهای اسد گلزاده این گونه برادری و مهر و محبت پایدار گردیده است. همینطور شاعر اسد گلزاده با وطن جنت مکان خود ازبکستان می فخرد، می بالد. عموما اشعار اسد گلزاده وقتی که صحبت کنیم، معمولا ما در آواز تاجیک شعرهای بچگانه شاعر را خوانده ایم و امروز هم از بس که شاعر از این جاده خود، یعنی از شعرهای بچگانه که دست نمیکشد و خوب هم میکند، چون که امروز بچه ها بیشتر نیاز دارند، بچه ها کودکان بیشتر نیاز دارند به شعر بچگانه، چون که امروز چقدر که در تمام ادبیات این چیز احساس می شود، برای بچه ها خیلی احیانا شاعرها ایجاد میکنند و کم شاعرانه هستند که برای بچه ها ایجاد میکنند و اگر به زبان امروز گوییم تا اندازه بچگانه نوشتن و برای بچه ها نوشتن از مود برآمده است. برای همین مثل اسد گلزاده چنین شاعرهایی که برای بچه ها، برای کودک ها ایجاد میکنند بسیار غنیمتند. خود اسد گلزاده یک مکتب شعر بچگانه است امروز و برای همین برای آنکه این قافله، این عنعنه، این ادبیات و خصوصا در حوزه بخارا ادامه داده شود، فکر میکنم برای اونها این یک مکتب است. اونهایی که امروز به ادبیات قدم میگذارند، امروز اونهایی که شعر بچگانه گفتن شروع میکنند، برای اینها استاد اسد گلزاده یک مکتب شعر خصوصا کودکانه حساب میشود. در شب شعر عالمان، شاعران، نویسندگان، نمایندگان ملت‌های دیگر، جوانان، صنعتکاران و هواداران شعر و سرود اشتراک کردند. در این 3 جلده تاریخ بخارا، تاریخ وطن، تاریخ مردم عکس یافته است. شاعر وطن خودش را دائما در مد اول می‌گذارد. از هر یک مصرع، از هر یک شعر اسد گلزاده بوی بخارا می آید. بینید که بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه. از رودکی سر کرده تا اسد گلزاده بخارایی
تمام شاعرانی که محیط بخارا را فرا گرفتند، این به حساب من کم کم تحقیقات گذراندم، به فکرم 17,000 شاعر و ادیب هست. تذکره نگار، شاعر، ادیب هست. از بین 17,000 اکثر شاعران یا بخارا را در علاحدگی، حتی سیدای نصفی که از در نصف تولد شد و بخارا رفته کمال یافت، وی هم بخارا را وطن اختیار کرد. بینید بخارا چه بوی جوی مولیان، این بوی آبهای زیبا، هوای خوش بخارا دقت تمام اهل هنر، اهل فرهنگ، اهل ادب به خود جلب کرد. بهترین شعرهای او در مجموعه‌های دستجمعی مرغابی چی میکابد، گلستان ادب، لفظ شیرین، کهکشان آرزو، گل مراد، تذکیره ادبیات بچه‌ها، اینچنین در کتاب‌های درسی خوانش و زبان مادری صنف‌های ابتدایی، ادبیات صنف 11 برای مکتب‌های تاجیکی داخل گردیدند. چون اسدگلزاده شاعران داریم که آنها با شعرهای خود و انشای همین گونه شعرهای پرمضمون برای انکشاف محیط ادبی حصه‌گذار هستند. پیش از این محیط ادبی در انکشافیابی بود. در این بخارای شریف چندین شاعرها به دنیا آمده و بی واسطه با فخر و افتخار شعرهای نو به نو ایجاد کرده بودند. اسدگلزاده از آنها درسی عبرت آموخته است که بی واسطه در پیروی همان شاعران پیش گذشته شعرها ایجاد کرده است و می‌خواهد با حیات امروزه که در جبهه‌های گوناگونی حیات به وجود آمده است در مضمون شعرش گنجایش دهد. همینطور هم مشاهده کرده می شود. این انسان را در بخارا خیلی خوب می شناسند، چون که از آوان گویم من همون دوره جوانیش گویم بعد از ختم اینستیتوت اگر یک چند سال در زاده جای خود من همون ناحیه پیشکو فعالیت رانده باشد در مکتب، سپس اون کس همچون روزنامه‌نگار به رادیوی ولایت، اون وقت رادیو بود، رادیوی ولایت به کار آمده بودن. سپس تل رادیو کمپانی ولایت شد، یک جای کار کردیم و چند وقت همچون رئیس تل رادیو کمپانی اون کس فعالیت راندن. این انسان را از این جهت خیلی خوب بخارای باستانی میشناسد و جهت دیگری آن که او شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار که به زبان تاجیکی ایجاد میکند، بسیارتر شعرهای او اما عیناً به کودکان بخشیده میشد، ولی در بین آن سالهای آخر بسیارتر موضوع اساسی او وطن بود. استاد دوست داشته من، استادی که من از اون کس بسیار چیز را یاد گرفتم، استادی که در قدر وطن میرسید، عیناً این همین استاد میباشد. وقتی که من سخن گفتم که جوانان ما وقتی که میگوید که من بخاری هستم، تاریخ ارگ سوال تیم اگر تاریخ ارگ رو میداند، حالا که بسیار جوانان ما تاریخ بخارای باستانی خود را نمیدانند و من گفتنی هستم که جوانان باید آن میراث، آن بایگری که از اجدادان ما تا امروز به ما رسیده آمد، ما باید همچون گوهره که چشم نگاه داریم. انا تاریخ انا همین کتاب است. ما باید گیریم، ورق زنیم، خوانیم، از مصرع‌های او سیر شویم و برای خود یک معلومات درباره این دیار کهن برای خود گیریم، دیار عزیز برای خود گیریم و این را به آینده تیم، چون که آینده از ما میپرسد ما از گذشته چیزی گرفتیم، ما این گذشته رو باید به آینده دیم. انا این آینده ما است. خوانندگان مکتب میانه رقمی 17 شهر انگرین، مکتب 9 ناحیه بوکه و مخلصان کلام بده از شعرهای شاعر قرائت نمودند. ای بخارا روز بی من مانی تو، پس کتابی شعر من را خوانی تو، بعد بفهمی درد من را شهر من، بعد رفتن قدر من را دانی تو. من در همین لحظه ها یک غرور من پیدا می شود که من چنین فرزند همین انسان هستم. ما فرزندا امروز 7 فرزند هستیم، منتداری خود رو می رسانیم این کسب، چون که ما رو چون تربیت دادن و ما صاحب کسب هنر کردند، صاحب معلومات عالی دادند. میخوام که با مادرم دویم زنده و خوشبخت باشند. با یک شعرش رو میگم: عرض فرزند، عرض دعایت منم، درد و دوایت منم،
تو شود عمرتان دراز ای جان فدایتان منم محراب مسجدم تویی کتاب قرآنم تویی پدری مهربانم هم تن و هم جانم تویی هم روحی هم دمی تویم دائما در غمی تویم یک دمی گر نبینم پروانه شمی تویم دائما صحت باشند سلامت باشند مادرم کتی عمر دراز بینند. شعاع زیابخش زیارتگاه‌های وطن بابایی شاعر بخارا سرمنشی الهام شاعرند. او یک عمر از روی اندرز گفتار نیک، پیندار نیک، رفتار نیک عمل نموده این حکمت را در اشعار خود گنجایش داده است. نسیم بخارا، خط پیشانه، شکوفه های بخارا، نماز روی برگ، نفس بهار، عرض سپاس، مجموعه شعری شاعر به شمار می روند که در آنها عقیده وطن پروری، انسان دوستی، برقراری معنویت ملی را با مضمون چغور و آب و رنگ بلند بدیعی در میابیم. من میخواستم که دائما همین ایجادات خودم را برای همین آبادی وطن، برای آزادی وطن بخشم. مهنتی فداکارانه خلق ازبکستان را به جهان نشان دهم، فهمانم. افتخار میکنم من از ازبکستان بسیار یک وطن آباد به زندگی میکنیم، یک وطن بتون گل شکفته به زندگی میکنیم. شهر و دیه های ازبکستان خیلی دلپذیر، خیلی خوشروی شده است، خیلی آباد و زیبا گردیده است. در سالهای آینده خب از این هم زیباتر می شود، از این هم ازبکستان آبادتر می شود، خلق ما آسایشته زندگی می کند. برای جوانان دولت ما غمخوار است. برای مکتب و معارف چقدر اعتبار داده هستند، چقدر مبلغ جدا کرده هستند. هر سال در ازبکستان 100 تا مکتب های نو گشاده می شود، مکتب های عالی تشکیل کرده می شود. چقدر عالما داریم ما، چقدر مثلا اونچه نویسنده شاعرها داریم ما. منم از جمله همونها فقط همون صلح و صلای ازبکستان، همون پیشرفت خلقمان را می سرایم، درباره همینا می نویسم. باعث خرسندی است که با تشبث راهبری دولت همه ملت‌های مسکون ازبکستان یک دل و همفکرند، برای رشد کشور همجهتانه مهنت میکنند. همیشه شکر استقلال، شکر زمانه باید کرد. بخارا در کف دشت و صحرا، شهر قدیم بخارا، قصرهای پرشکو از گنج و سنگ خارا، نقش در او دیوارش زیبا است و دلربا، شهرودی پوری آبش گویا کانی کهربا، مناره کلانش از ابر گردون بالا، تاریخ خاصه دارد شیربدن و بخارا، شیربدن و دلکشا، ستاره مخاصه گشت جهان آرا، لبی حوضی بی نظیر فقط خاصی بخارا، شکر بیحد نموده دارم پاسی بخارا، هر گوشه ای حصارش زیبا ز ملک دارا، گرچه سینت ناروشن زیستی هزار ساله ها، برای مردمی ما وطن هستی بخارا. کتاب 3 جلده اسد گلزاده را ترتیب دادیم که خود همین بردوامی در رشد و نموی ادبی بخارا همین گونه یک اساس شده میتواند. انا امروز هم که در کشور همین گونه تقدیمات کتاب ها برگزار گردیده است، من امیدوارم که همچون عنعنه بردوام در آینده در بخارا میگذرد و برای تأسیس نمودن محفل ادبی یک همچون اساس شده خدمت میکند.